سلام و عرض ادب خدمت همه مهندسان گرامی. توی این ویدیو به معرفی جزوه‌ها و نحوه استفاده ازشون می‌پردازیم. قبل از اینکه شروع کنیم باید که چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. مورد اول اینکه برای تغییر این جزوه‌ها وقت زیادی گذاشته شده و زحمت زیادی کشیدیم. خواهشاً در اختیار کسی قرار ندیم. مبلغ زیادی هم نیست قیمت جزوه‌ها و کسی که بخواد تهیه کنه تحت فشار قرار نمی‌گیره. لذا اگر که لطف کنید و پس از تهیه فقط خودتون استفاده کنید و در اختیار کسی قرار ندید ممنون میشه. مورد دوم که این جزوه یه فهرستی داره که در نگاه اول شبیه کلید واژه است ولی کلید واژه نیست و مطالبش به ترتیب الفبا نیست، به ترتیب صفحات کتاب و برای استفاده از این فهرست باید که با مبحث آشنایی داشته باشیم. منظور اینه که یه جوری نباشه که برید سر جلسه و تورنج و سیب و گلابی ببینید. واسه یادگیری مباحث میتونید از دوره‌های ویدئویی ما که به صورت بسیار خلاصه و در این حال جامع تهیه شدن استفاده کنید یا خودتون مباحث رو بخونید و یا از دوره‌های دیگه استفاده کنید. منظور این هست که جزء به هر حال قابل استفاده است و سرعت عمل شما رو بالا میبره. برای استفاده بهینه حتما باید که چند سری سوال رو با جزوه حل کرده باشیم و استفاده از جزوه رو تمرین کرده باشیم. اگر که این کار رو بکنید استفاده از جزوه باعث میشه که سرعت عملتون که بسیار فاکتور مهمی هم هست وحشتناک بالا بره. به سر جلسه آزمون سرعت عمل میشه گفت که مهمترین فاکتوره، چون شما اگه وقت داشته باشید به هر حال جواب رو پیدا کنید، چون که امتحان اوپن بوکه. باید که بتونید توی تایم جواب رو پیدا بکنید. بریم سراغ معرفی جزوه ها. جزوه هر مبحث شامل 5 بخشه. بخش اول فهرست اولیه است، بخش دوم فهرست خط به خط هست، بخش سوم روش حل مسائل تشریحی و محاسباتیه، بخش چهارم جدول هاست و بخش پنجم که بخش آخر باشه شکل هاست. به عنوان نمونه ما جزوه آزمون لوله کشی گاز رو که لوله کشی گاز فشار ضعیف که میشه بخش اول مبحث 17 و ویژه آزمون گاز هست رو با هم بررسی میکنیم. بخش اول فهرست اولیه است. توی این بخش نکات مهم و کلیدی و فهرست کلی اومده. این قسمت بیشتر به عنوان یه راهنما برای استفاده از فهرست دوم که میشه فهرست خط به خط است و این قسمت برای شروع کار و بعد از یه مدتی استفاده کنید از این فهرست و دستتون راه بیفته دیگه نیازی به این قسمت ندارید زیاد و فقط کافیه که صفحه فصل مورد نظر رو پیدا کنید و مستقیم برید سراغ فهرست خط به خط. بریم سراغ نحوه استفاده از این بخش فهرست. ببینید ما اینجا قسمت اول در واقع گفته که سامانه گاز فشار ضعیف هست. عنوان فصل آمده. ببینید اینجا توضیح دادیم که صفحه در جزوه و ستون از راست میشه. مثلا فصل دوم که تعاریف هست توی صفحه اول هست و ستونش هم ستون اول هست. یا مثلا طراحی سامانه گاز توی صفحه دوم و ستون دوم. منظور چی هست؟ منظور این هست که اینجا مثلا صفحه اول ما فصل اول اون که کلی پیش شروع میشه، ستون اول فصل اول هست، فصل دوم هم از ستون اول شروع میشه و فصل سوم گفته بودیم صفحه دوم ستون دوم، یعنی اینجا میشه از ستون دوم شروع میشه. دیگه در مورد اینجا قسمت هایی که زیرشون خط کشیده شده عنوان های کلی هستن. مثلا اینجا دودکش هست، زیر مجموعه دودکش اینجا آموزش شده که عبور از پلنوم هست، مقاومت آتش پایه و همینطور تا دودکش سفالی و سرامیکی که اینجا قسمت صفحه سوم و ستون اول هست و بقیه صفحه سوم و ستون دوم که اینجا میتونید که به صورت کلی پیدا کنید که اون موضوعی که دنبالش هستین کجای جزوه است. این قسمت فهرست اولیه بود. بریم سراغ بخش دوم که فهرست خط به خط هست. همطور که میتونید فهرست اولیه عنوان فصل رو اگر که پیدا کنید یا موضوع کلی رو کارتون خیلی راحت تر میشه.
فهرست خط به خط ما یک سری بخش سیاه داریم که اینها فصل هاست. این قسمتشون سیاه کردیم. قسمتی از خاکستری پررنگ هست که این مربوط به بخش هاست و شکل ها و جدول هامون هم خاکستری کم رنگ هست که اگه بخوام بهتون نشون بدم مثلا این جدول هست و به صورت خاکستری کم رنگ هست. اینجا بخش ها هستند و بخش های کلی هستند که این صورتش خاکستری پررنگ شده و شروع فصل هم با رنگ سیاه مشخص شده. اینجا راهنمای در واقع فهرست خط به خط هست. گفتیم که شماره و فصل هست برای بخش سیاه که اینجا مثلا فصل اول که عنوانش از کلیات، برای بخش خاکستری پررنگ که بخش ها هست قسمت اول بخش رو آوردیم و بعد هم صفحهش و اون نکته‌ای که اگر که داشته باشه با آندرلاین مشخص شد. به عنوان مثال این قسمت که یک بخش اصلی هست عنوانش دامنه کاربرد هست، صفحه 5 هست و نکاتش حداکثر فشار و مصرف گاز و قطر لوله است. و در نهایت نکات هستن که هیچ رنگی نداره و اینجوری است که نکته آورده شده، صفحهش و اون بندش و در نهایت اگه که نکته ثانویه‌ای داشته باشه با آندرلاین مشخص شد. به عنوان مثال این نکته پکیج یا بویلر گازسوز سیگالشی هست، صفحه 9 هست و نکات ثانویه‌اش راندمان، استاندارد و دمپر هست. ببینید همونطور که می‌بینید به صورت کامل تمام نکات فصل آورده شده. به عنوان مثال توی فصل اول قسمت طراح مسئولیتش هست، نکات ثانویه‌اش مجری رو بکشی هست که به صورت مجری تجربی میتونه باشه، حقیقی باشه یا حقوقی و وظایف مسئولیت مجری که اینجا نکته ثانویه‌اش تخلف ناظر هست، بعدش بخش ناظر هست، سازنده‌های وسیله گازسوز، نصاب و دامنه کاربرد و غیره. و به صورت کامل همه نکات آورده شده. تعاریف هست که تعاریف مهم آورده شده و بدون مراجعه به کتاب میتونید از همینجا صفحه چیز رو پیدا کنید. یک مورد دیگه در مورد راهنمای این فهرستمون این هست که اینجا آورده شده جیم به معنی جدول هست، چین به معنی شکل هست و میم به معنی نکته مهم هست. ببینید اینجا مثلا میم داره و این یعنی که این نقطه تحویل گاز مهم هست و تو سوالتش زیاد اومد. یک مورد دیگه هم که داریم F هست که به معنی رابطه هست، یعنی که ما اون صفحه فرمول داریم ما تا صفحه 9 اینجا هیچ رابطه‌ای نداشتیم و فقط این صفحه مثلا رابطه داره که اینجا رابطه آورده شده، حجم لازم برای دستگاه فندار و بیفند. به صفحه 96 ممکنه برای یه سوال پیش بیاد که استفاده از دو تا فهرست ممکنه که سرعت عمل رو کاهش بده و استفاده از جزوه سخت بشه. ولی همونطور که توی توضیحات فهرست اولیه هم گفتم خدمتتون، اون فهرست اولیه برای ابتدای کاره که هنوز دستتون راه نیفتاده و بعد از یه مدت کار با جزوه دیگه نیازی به استفاده از فهرست اولیه ندارین و با مراجعه به فهرست خط به خط میتونید جواب سوال‌ها رو پیدا کنید. اگر که ویدیوهای حل مسائل رو هم که با جزوه انجام شده ببینید متوجه میشید که استفاده از این فهرست و جزوه چقدر سرعت عملتون رو بالا میبره و چقدر کار رو راحت‌تر میکنه. خودتون هم که نمونه سوال حل کنید متوجه میشید که استفاده از جزوه چقدر سرعت عمل رو بالا میبره. یعنی شما عملا با استفاده از این جزوه به جای اینکه توی کتاب دنبال سوال بگردید توی جزوه میگردید و هم راحت‌تر هست، همین که تمام نکات کتاب آورده شده با شماره صفحه و شماره بند و با تمام جزئیات و ریزترین نکات. بخش روابط و جدول‌ها و شکل‌ها هم که کامل آورده شده و برای حل مسائل نیاز به مراجعه به کتاب ندارید و جزوه کامل هست و با همون میتونید سوالا رو حل کنید. کل فهرست خط به خط یعنی بخش دوم جزوه در 15 صفحه است و خیلی مختصر و خلاصه هست و بقیه جزوه روابط هست و جدول ها و شکل ها. بریم سراغ قسمت بعدی که بخش سوم هست و مسائل و روش حل مسائل و مسائل تشریح و محاسباتی هست.
در مورد این بخش فهرست خط به خط ببینید گفتیم که بخش ها با خاکستری پررنگ نشون داده شده و خود عنوانش بولد هست. زیر بخش های اینا بخش اصلی، زیر بخش ها فقط بولد شده و این کنارش در واقع خاکستری نشده و نکات دیگه به صورت با فونت عادی هست و یک مقدار هم جلوتر آورده شده و بدین صورت. بخش سوم که روش حل مسائل تشریح و محاسباتیه، کلیه مسائلی که از هر مبحث میاد آورده شده و روش حل این مسائل به صورت کامل و جزء به جزء و مرحله به مرحله آورده شده. جدول‌های که مورد نیاز هست برای حل مسائل هم توی هر قسمت به صورت مجزا آورده شده. ببینیم که چجوری هست. ببینید مسئله اولی که در واقع توی مبحث 17 و کشی فشار ضعیف هست، تعیین قطر رولای گاز فشار ضعیف است که روش حل به صورت کامل آورده شده. به کدوم جدول‌ها باید مراجعه بشه و جدول‌هایی که مورد نیاز هست هم آورده شده. و تمام نکاتی که باید در نظر گرفته بشه توضیح داده شده. مسئله دوم مثلا تعیین قطر دودکش دستگاه مستقل هست که آورده شده و مسئله بعدی تعیین قطر دودکش مشترک. و نکته که باید توجه بکنید اینه که توی اون فهرست اولیه ما اینجا آوردیم که در واقع فهرست این قسمت مسائل هم آورده شده که مثلا تعیین قطر گاز فشار ضعیف صفحه 13 جزء و تعیین قطر دودکش دستگاه مستقل صفحه 16 هست و باقی مواردی که هست. بخش چهارم و پنجم جزومون جدول‌های مهم و شکل‌های مهم هست. از اینجا شروع میشه بخش چهارم که جدول‌های مهم هست. همه جدول‌های مهم رو آوردیم و جدول غیر مهم هم همشون لیست شدن و به ترتیب صفحات در واقع لیست شده و شماره صفحهشون آورده شده توی کتاب. و همونطور که می‌بینید مثلا اینجا جدول مهم بوده، خود جدول اومده، این بقیه جدول ها مهم نبودن و لیست شدن و بین این جدول ها غیر مهم جدول مهم بوده باز آورده شده و ترتیب صفحات حفظ شده. دو تا جدول هست توی این قسمت که مربوط به آزمون گاز هست و توی مبحث نیست و توی آزمون گاز حتما باید که به جزء مراجعه بکنید. یکی در واقع این جدول هست که جدول مشخصات کنتور گاز هست و البته اندازه جانشین کنتور، طول جانشین کنتور، طول در واقع قطر اندازه شیر هستی هست و بقیه موارد و یک جدول دیگه که تعداد و طول دنده اتصالات فولادی هست که باز برای آزمون گاز. قسمت پنجم شکل‌های مهمه. باز مثل قسمت جدول‌ها شکل‌های مهم آورده شده، شکل‌های غیر مهم هم لیست شده با ذکر صفحه و در واقع عنوانشون و صفحهشون توی مبحث. اینجا شکل غیر مهم لیست شده. یه سری شکل هم که مهم هست و توی نشریه بوده شماره نقشهشون آورده شده و یه سری شکل دیگه هم هست که ما خودمون رسم کردیم برای فواصل هست که در ادامه آورده شده. این شکل ها هست برای خاکریزی روی لوله فشار ضعیف و شماتیک ایستگاه ها و شماتیک نصب کنتور و فواصل کنتور و شیرها. ببینید در مورد جدول ها ما یه سری از جدول ها رو توی قسمت حل مسائل آورده بودیم و توی قسمت مربوط به مسئلهش هست و اونا رو اینجا گفتیم که مثلا توی صفحه 19 جزوه اومده، توی صفحه 20 جزوه، 26 جزوه و دیگه اینجا خود جدول رو نیاوردیم که بالاتر و توی قسمت حل مسائل جدول مورد نظر آورده شد. در پایان باز هم باید تاکید کنم که
تمرین خیلی ضروری است برای استفاده از این جزوه. حتما چند نمونه سوال رو با استفاده از جزوه حل کنید. اگه که خود جزوه رو هم بخونید و مطابقت بدید با کتاب که ملکه ذهنتون بشه و ترتیب قسمت مختلف جزوه دستتون بیاد، خیلی سرعت عملتون بالا میره. و سرعت عمل هم که خدمتتون عرض کرده بودم پارامتر بسیار مهمیه توی آزمون. عملا این جزوه یک ابزاریه که کمکتون میکنه در جلسه آزمون که سرعت عملتون بالا بره و جایگزین مطالعه نیست، ولی باعث میشه که مطالعهتون هم سرعتش بیشتر بشه و با این مطالعه کوتاه‌تر به جواب برسیم، چون که نیاز به تسلط به این که چی کجاست نداریم وقتی که جزوه رو داریم و لذا سرعت مطالعهتون هم علاوه بر سرعت دستنی بالا بره. حتما نمونه سوالایی که با استفاده از جزوه حل کردیم رو در واقع ویدیوهاش رو گذاشتیم و حتما ببینید. توی این نمونه سوال ها هم متوجه میشید که چقدر کار رو راحت‌تر میکنه برای پیدا کردن جواب با استفاده از جزوه. و در نهایت اینکه این جزوه رو یک عده استفاده کردن و به راحتی قبول شدن و جواب داده جزوه.